یک کانال اسلامی داره بسته میشه. Towards Eternity یه سازمان مردم نهاده که در حال انتشار پیام اسلام به مدت 15 سال و به 13 زبان مختلفه و حالا همه این کانال‌ها در معرض خطر هستن. میلیون‌ها انسان هستن که با تبلیغات غلطی که ضد اسلام میشه دارن گمراه میشن و خیلی از برادرها و خواهرامون که مسلمان متولد شدن، به خصوص نسل جوان، اگه پیاممون به اونا نرسه ممکنه دینشون از دست بدن، ممکنه آخرتشون رو از دست بدن. الله این مسئولیت رو به همه ما داده. هدف ما اینه که یه قلب دیگه با خدا و پیامبرش آشنا بشه. الحمدلله ویدیوهای ما وسیله‌ای هستن برای هدایت مردم. یکی از اونها پترو از آرژانتینه که صداگذار کانال اسپانیایی مونه. متنی که بهش داده بودیم اونقدر تاثیرگذار بود که خواست ما رو ملاقات کنه و بعدش مسلمان شد الحمدلله. یه برادر توی کانال بنگالیمون کامنت گذاشته که مواد رو ترک کرده. توی کانال اسپانیاییمون شخصی نوشته بود که قصد خودکشی داشته اما بعد از دیدن ویدیوهامون منصرف شده. ما هزاران پیام مشابه رو دریافت می‌کنیم اما الان با یه چالش جدی روبرو شدیم. چون دیگه واقعاً از پس از اینها برنمیایم. به خاطر مشکلات مالی ممکنه قادر به تولید محتوا برای کانال‌هامون نباشیم. چون دیگه واقعاً از پس هزینه‌ها برنمیایم. اینو به شما میگم چون این فقط مسئولیت ما نیست. مسئولیت شما هم هست. تا وقتی که کسی نگه من اسپانسر یکی از کانال هاتون میشم یا از طریق عضویت ویژه یوتیوب نتونیم هزینه ها رو جبران کنیم، مجبوریم تولید محتوا رو متوقف کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسی که به کار نیکی دعوت کند مانند کسی است که آن را انجام داده. حمایتمون کنید و در این کار خیر شریک بشید ان شاءالله. بیایید به انتشار پیام اسلام به کل دنیا ادامه بدیم. بیایید تا همگی به سوی جاودانگی قدم برداریم.